سلام. تو 10 دقیقه شیرینی درست کن، فقط با یه دونه تخم مرغ و 3 قاشق شکر. واسه بچه هاتون واسه مدرسه حتما درست کنید. 3 سوته و راحت درست میشه. بفرمایید نوش جان. یه عدد تخم مرغ، وانیل، اول وانیل رو بهش میزنید، نصف قاشق چای خوری باشه و حالا 3 قاشق پر بهش شکر اضافه میکنیم و به هم میزنیم تا مواد تخم مرغی خوب به هم زده بشه، تا شکر و تخم مرغ با هم دیگه مخلوط بشه و دونه‌های شکر رو داخلش احساس نکنین. 5 قاشق سرپر، منظورم انقدر آرد هست، سرپر به این اندازه. موادمون 5 قاشق سرپر غذاخوری آرد اضافه میکنیم و نصف قاشق غذاخوری بیکینگ پودر. آرد حتما آرد سفید باشه، آرد نونوایی بافتش سنگینه. کم کم اضافه میکنیم. اینم از خمیر ما که من 2 قاشق دیگه آرد بهش اضافه کردم و جمع. و حالا داخل یه ظرف سایز کوچیک روغن میریزیم که حالا میگیم روغن کمتر ببره و میذاریم داغ بشه. داخل یه ظرف کوچیک رو آرد پاشی میکنیم، از مواد چونه کوچیک برمیداریم و خب صافش میکنیم، با قالب میزنیم، هر قالبی که خودتون دوست داشتین. من از قالب دونات استفاده میکنم. من به جای قالب دونات از این قالب های شیرینی استفاده کردم، ببینید. و حالا داخل روغن داغ سرخ میکنیم. داخل روغن حتما داغ باشه، سرخ میکنیم. میتونه حتی گرد مثل دونات هم باشه. اینم از شیرینی های ما که دونه دونه دارن سرخ میشن. زیر شعله کم باشه که نسوزه. داخل شیرینی ها نرم و پوک. نوش جان.